سلام مجدد خدمت دوستان عزیز که از هر جای ما رو بیننده است. انشالله که همیشه جور و سلامت بشین. ما آقا محمد آوردیم بیرون یکم بیتنه را برو بنده خدا پایش این چوبار اختار دا پاش بستم که انشالله آمادش نبره را رفتن که نزدیک خانه محمد آقای امروز هم روزی تعطیلیه، شنبه همه پارک اومده تفریح نو. خب تمام دیگه کم مانده؟ اوه قدازی باید را برا؟ آقا محمد خسته نباشه. سلامت باشی. چطوری برار؟ خوبیم خدا رو شکر. میتونی راه بری خوبه؟ ان شاء الله با کمک مصطفی یواش یواش تمرین میکنیم داره. خدا بهت قوت بده ان شاء الله که مریم بریم جای مامانه خود یک سال خورده راه نرفتیم. الان با کمک همی تختا میتونی یکم پای خوره؟ یکم کمک تختا و ورکر کم با کمک یک نفر یواش یواش انشالله که به امید خدا زودتر خوب شوی. محمد آقا بنده خدا دیگه داستان زندگیش اینجوریه دیگه. هموطنای عزیز سر کار میفته زمین، صاحب کارش هم ول میکنه، بیمارستان نمبر میاره در خانه. الان هم یک ماهی بهش زنگ میزد بعد دیگه قطع رابطه کرد رفت دیگه بیشتر خمیره نکرد بنده خدا منده دیگه. همینجوری پایشم که زمان مباره دیگه خوبش نه به امید خدا. از کمر خمل شده میگه نخواش یک ذره آسیب دیده ببین که اینجوری که دکترها میگه. انشالله به امید خدا زودتر خدا شفا بده. انشالله با دعای شما دوستان عزیز، همشهریای عزیز. خسته شدی محمد آقا؟ خسته شدی محمد آقا؟ پایت دار؟ فشار روی دیستای منه.
وقتی اینجوری روموری فشار روی بازوی تو دستت چون من اگر فشار روی دست نرم پایم نگاه نمیدارم. آه با اینکه تخته هست ولی بازم نگاه نمیدارم. آره انشاءالله هرچی میتونی خانه نرمش ورزش کو که اینا زودتر به امید خدا حالاش که زیاد میکنیم ولی چیزی خدا بخواد. انشاءالله. خب آقا محمد گفتنی چیزی گفتن علمی کسایی که بیننده چینل یوتیوب هستا همیشه دعا میکنم همیشه هر جا باشین خوش بشین انشالله که همه شما مرا دعا کنین که زودتر خوب شوم حمایت کنید یا نیاز دارم در حمایت شما دوستان یه مرا تنها نذارید شرایط زندگی مرا میدانید یا 3 تا بچه دارم خودتان بهتر میدانید انشالله اول که همه دعا کنید که زودتر خوب شوم بعدم اگر حمایت کنید خیلی خوشحال تشکر انشاءالله. سلامت باش. آقا مصطفی شما چی دیگه آرزو میکنیم که زودتر انشالله محمد آقا زودتر خوب شد الهی آمین. انشالله انشاءالله. برگرده دوباره به زندگی و زن و بچه و انشالله همه چی بره خوب و عالی بشه انشالله. انشاءالله با امید خدا. خب فعلا دوستان هر جایی که هستین انشاءالله خوش و سلامت تندرست بشین به کنار خانواده انشاءالله خدا همه به همه سلامتی بده تا دیدار بعد بچه خدا نگهدار. امید دیدار. خدا حافظ.